پایه ساختیم که مینی فرز رو برای گردبرد تبدیل میکنه. این دستگاه قابلیت برش چوب، آهن، چناق، MDF، سنگ و سرامیک رو داره. بسیار دستگاه عالی و کاربردیه که برای اکثر فنیکارا ضروریه. پایه‌ای که برای شما ارسال میشه به این صورته که شما خودتون باید اینو به این شکل در بیاورید و قاب مینی فرز رو نصب کنید. قاب مینی فرز رو سوراخی از به فاصله 1 سانتی متر از لب کار، 1 سمتش 1 عدد، 1 سمتش هم 2 عدد، این هر کدوم به فاصله 1 سانتی متری سوراخ میکنید و به این صورت قاب نصب میشه. این شیار دادیم که قابل تنظیم باشه، بده تیغه که چه مقدار تیغه بالا پایین بشه. قابلیت چپگرد و راستگرد شدن داره. به چه صورت؟ این به وسیله شل کردن این پیچ پایه، این شما میتونید به این سمت بچرخونید، جلو دست چپ یا به این سمت. قابلیت 4 تا نصب 4 تیغه هم داره. سنگ و سرامیک بره، آهن بار، چوب بر و MDF.